سلام، من محمد گانگستر هستم. خیلی خوش اومد به اولین ویدیو چنل من، یعنی محمد گانگستر. خب دوستان، این اولین ویدیو چنل ما. تو این چنل قرار محتوای گیمینگ داشته باشیم، گیم های بیشتر کال آف میذارم براتون، گیم های شوتری. خب دوستان، امروز اولین ویدیومونه، اومدیم فول گردونه DLQ رو بزنیم، زیلات، که یکی از بهترین گان لژندهای بازی به حساب میاد. خب اینجا گردونه رو برمیگردونیم دوستان. فقط این ویدیو از چند سیزن پیشه، چون من قرار بود این ویدیو رو زودتر بزنم، ولی خب یه سری مشکلات نشد. خب بار اول میچرخونیم، اگه گان یا اسکین بده. گانو داد، ولی خب گانه داشتم میگفتم بچه این اکانت خودم، ولی خب مثلا اسمش رو عوض کردم و مثلا اون پروفایل و دیگه لول و اینا مثلا الان اون نیست، که یکم قدیمی ویدیو، ولی خب گفتم نتونستم براتون زودتر از این ویدیو رو آپلود کنم. خب آیتم دوم این دنس خفن و معروف رو میگیریم، دنس جالبیه، اکثرا میشناسن که این دنس برای گردونه زیلاته. خب ببخشید دوستان، اینجا اینوایت داد یکی. میریم برای گردش سوم. اگه گان یا اسکین رو علام بده خیلی خوب میشه، که نه اسپری داد. این برگردش چهارم، این دفعه دیگه یه آیتم خوب بده که نیت داد. بریم برای سری 5. خب دوستان، گیم پلی هم براتون میذارم، حالا اینکه گردونه است. گیم پلی هم داریم با یه سری از شاتا، شاید هم آموزش کالاف هم داشته باشیم. این برگردش بعدی، امکان دادن گان و اسکین زیاده. گان اپیک. مثلا این گان اپیکی الان گرفتیم داخل اون گردونه که QQ9 با زیلات بود نیستش، و اگه زیلاتو خالی بزنید این میتونید گان اپیکو داشته باشید. این هم از اسکین گرینچ، این هم که از زیلاته، که واقعا یکی از بهترین لژندهای بازی به حساب میاد. من خودم خیلی دوست دارم. این برگردش آخر کاراکتر رو بده. خب دوستان، کالین کارت رو گرفتیم، ببیناره 5000 تا CP داریم منو. این برگردش بعد اسکین رو بده دیگه. یس، اسکین رو گرفتیم، اسکین گرینچ، یکی از واقعا بهترین اسکین بازیه. بعد بتل خیلی خوبه، من واقعا دوستش دارم. بچه اینجا دیدید مونده بود گانو 4 مشکه 4 مداد، اینجا گانو میداد خیلی خوب میشد، ولی خب ندید. این هم از بیولوژی، چون واقعا هرچی بگم کم گفتم. یک کال آف پلیر باشی باید بدونی که این گان چقدر ارزش داره. خب اینجا هم گرفتیمش، برگردونه خوب و از اون 5000 تا مون 378 تا CP. و بچه باز من میگم این ویدیو قدیمیه و الان اکانت من این شکلی نیست، اکانت همونه ولی خب فرق. خب اینم داخل لوداوت و اسکینش هم که اسکین گرینش اینجا مشاهده میکنید. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، به همه کامنت ها جواب نه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.